بیادر از شیر بخود. چطور است شیر؟ یک تست کنیم. یک فارم جور کردیم در اینجا. یک فارم مالداری شیرش. چطور است مزهش؟ از شیر بز و گاو یا کده فرق داره؟ ما اینجا یک فارم جور کردیم. فارم اسب و خر و ترا. این شیر خر است. شیر خر. او بیادر چرا؟ تو شیر انسان هستی؟ حیوان هستی؟ چی هستی؟ حالا شیر خر است. چی گپ است حالا دایی؟ شیر ما کلمه میخونیم. تو شیر خر است ما میخوریم. شیر اسب میخوریم. حالا بیادر شیر است. حالا شیر خو شیر است. شیر هر چیز که باشه. این چی گپ است؟ ما فارم تو انسان هستی. تو کلمه میخونی. حالا کلمه میخونم. شیر تو سر ما سودا میخونم. شیر در روی من زدی. او بدر خودش میگه حالا مزه. حالا شیر خر کدام. حالا مزهش از فرق میکنه. فرق میکرد. چرا کم فرق میکرد؟ شیرین است یا شیرین بوده. خب شیر هنوز خوب هستن. از اسب آوردی شیر گاو شیرین نمیباش. تو خدا نی شیر چی از سر ما خوراندی؟ ما اوجا فارم خر گاو غلط شده. ما شیر خر تست میکردم سر دگاه دونه بر تو اسب رسید. هنوز خوبه. برو بدر کم تک پشته بیل دیم دنیم ناقی دی منطقه تو بالا نگر. برو حرکت کو دیگه. او بیادر ما می منطقه آمدیم که فارم کرده دی منطقه. دیر محمد هم میشناسی؟ نه ما دین محمد نمیشناسم. برو دیگه سر کس نخورونی دیگه. کس کتی پشته بیل دیم. چرا نخورم؟ وی جای لغتت میکنم فقط کار. کلان آدم هستی؟ حالا خیفار با خیمامی شیر چرا کم تست کنی؟ فارم گاو جور کن. تو فارم اسب خر جور کردی. شیرش سر مردم میخوره. حالا خوردی خراب بود. چیز شده تا؟ مزهش رقم بیخی بد مزه بود. چی میگی تو؟ عجب گپ میزنی. گایدگام خوردی؟ گایدگام خورده بودی؟ نه گاو خوردی. حالا خو شیر گاو خورده بودی یا شیر گاو فرق داشت؟ فرق میکنه. این شیرین بود. شیرین بود؟ خیط نخوردی هنوز شیر گاو؟ چرا نخوردی؟ ما خودمون این همی شیر گاو بود. نیست تک ما خودمون گاو داریم. گاو دالی شیر گاو بود تو بدر. یا نه بیادر. نه لالا تو بیا تو.